به خبر 6 از اوج نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: ارائه خدمات توانبخشی به بیش از 13,000 بیمار در بغلان، افزایش علاقمندی به آثار باستانی در شرق پلوخمری بغلان، افزایش تولید روغن زغر در شهر پلوخمری ولایت بغلان و تهدید زندگی و زراعت از کمبود آب در خاکجبار کابل. به نام خدا و سلام بر شما. امروز جمعه 20 ماه سرطان است. مؤسسه صحت معلولیت و انکشاف در ولایت بغلان در سال جاری به بیش از 13,600 نفر از افراد دارای معلولیت خدمات توانبخشی و حمایت رایگان ارائه کرده است. عزت الله رسا گزارش می‌دهد. افراد دارای معلولیت در جامعه معمولاً با چالش‌های زیاد روبرو هستند که نه تنها جنبه‌های فیزیکی بلکه جنبه‌های روانی و اجتماعی را نیز شامل می‌شود. این افراد برای انجام کارهای روزمره خود نیازمند حمایت‌ها و خدمات خاصی هستند تا بتوانند به یک زندگی مستقل‌تر و با کیفیت‌تر دست یابند. در همین راستا مؤسسه صحت معلولیت و انکشاف در ولایت بغلان به منظور بهبود وضعیت زندگی این افراد اقدام به ارائه خدمات توانبخشی و حمایت رایگان نمودند که در بخش‌های فیزیوتراپی، مشاوره روانی، ساخت و ترمیم اعضای مصنوی، توزیع وسایل کمکی و تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کند. این مؤسسه در سال جاری خدمات مختلفی را به 13,600 تن از افراد دارای معلولیت و اعضای مصنوی ارائه کرده است. خدماتی که ارائه کردیم تنها در بخش فیزیوتراپی با 7,694 نفر خدمات فیزیوتراپی ارائه شده. در بخش مشاوره روانی هم 3,292 مریض از خدمات مشاوره روانی ما مستفید شدند و پای مصنوی 260 دانه پای مصنوی جدید ساخته شده. پای مصنوی که قابل ترمیم بوده که ترمیم شده 693 اعضای مصنوی ترمیم شده. قالب‌های حمایتی که جدید ساخته شده 726 دانه بوده و قالب‌های حمایتی که قابل ترمیم بوده 932 دانه بوده که جمعاً خدماتی را که ما در مجموع در این 4 بخش کاری خود انجام دادیم با 13,600 نفر ما خدمات ارائه کردیم. در می دفتر خود تقریباً در 4 بخش فعالیت میکنه. یک بخشش مربوط ما میشه که او ساخت ساز پای مصنوعی است و قالب مصنوعی است. دیگه اینجا ما با مریضایی که میایه پروستز با مریضای پای قطع که جور پاش که قطع باشه باز پروستز جور میکنیم، پایشان که از فعالیت مانده باشه یا ضعیف باشه باز اون تو جور میکنیم. یک مریضی که میایه با ما اول با فیزیوتراپی میره، بعد از با ما مراجعه میکنه، بعد ما اسسمنتش میکنیم، بعد از که هر چیزی که کار داشته باشه ما رو به تجویز میکنیم. یعنی یک مریض میایه پایش قطع است، ما کاستش میگیریم، بعد از او قالب ازو رو پر میکنیم، بعد از او سرش که کار شده مندازیش تطبیق میکنیم، بعد از او میاریم در ماشینری مولدینگ داداش موادش همینه، بعد از صافکاری دیگه 7 روز میگیره قالب پروستز. این خدمات توانبخشی نه تنها بهبود وضعیت فیزیکی و روانی بیماران را به دنبال داشته بلکه تأثیرات مثبت در بهبود زندگی این افراد نیز دارد. بسیاری از افرادی که از این خدمات بهره‌مند شدند از تغییرات مثبت در وضعیت خود ابراز خرسندی کرده و می‌افزایند که این کمک‌ها چالش‌های زیادی را که با آن روبرو بودند برطرف کرده است. پیدا خو ډیره ده ته ولې چې کله موږ بغیر د قالب وي هغه چکسو سره ګرځو نو ډیر به تکلیف نه او دس کوي سو نو مانزه ته د صحیح هغه کېدې سو نو دا قالب خوشي د څه فکر وکړي چې نوې ژوند موږ ته خدای پاک راکړي په دې قالب سره ولې چې دې سره هر کار موږ کوي سو مخې ته به وې سو هر کار که دکانداری کار حسابي په دې باندې هغه کوي سو بازار ته راتلې سو پایدار بودم. من همینجا مراجعه کردم که این 10 هفته میشه که رسیدگی کرده، پامم قرار است که خوب شود. دیگه دکتر صاحبان تشکر زیاده. دیگه ما میخواهیم که در کل همه افغانستان همین کمک ها زیادتر شود.
مؤسسه صحت معلولیت و انکشاف هدف از ارائه این خدمات را بهبود وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در فعالیت روزانه‌شان عنوان کردند و مسئولان این مؤسسه امیدوارند که این برنامه‌های توانبخشی در سالهای آینده گسترش یابد و بتوانند شمار زیادی از افراد نیازمند را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند. بازدید کنندگان آثار باستانی شمرق در شرق پلخمری مرکز ولایت بغلان طی یک سال گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته است. عبدالمقتدر طیب گزارش می‌دهد. آثار باستانی شمرق یکی از مهمترین مکان‌های تاریخی در شهر پلخمری است که همه سالات توجه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب کرده است. مسئولان نگهداری این آثار میگویند در یک سال گذشته شماری از بازدیدکنندگان این مکان تاریخی افزایش یافته است و آنان تاکید دارند که با بهبود امکانات و فراهمسازی تسهیلات لازم تلاش دارند آگاهی مردم را درباره ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این آثار بیشتر کنند. دیگه این آثار باستانی است، این ما نگاه میکنیم. دیگه این 2046 سال قدمت داره. 5 دانه میاد، 10 دانه میاد. دیگه تو روز میشه که 5 موتر میاد مثلا زیاد میاد. اصلشون دیگه سال کردنش کو ما به خاطر محافظت ازی هستیم نگاه میکنیم مردم که میاد سالانی دیگه کسی را غرض نداریم دیگه میاد سال میکنه و میره. از سوی هم شماری از بازدید کنندگان نیز میگویند که این مکان یکی از ارزشمندترین و با داشته‌های تاریخی و بخشی از هویت ملی کشور است و همچنان از حکومت میخواهند تا در حفظ و مرمت این مکان تاریخی توجه جدی داشته باشد. از ما بیشتر اشاره کردم که مثلا باید نصب هشدارهای حفاظتی هست و همچنان محافظای فیزیکی هست که باید در اونجا حضور داشته باشند تا بتوانند از این حفاظت بکنن و مردم برای تخریب ازی اقدام نکنند. شما ببینید که امروزه مردم با کندن خورهای غیر قانونی که ما پیشتر اشاره کردیم دست دادن و خواستن که از این مناطق چیزهایی را بیرون بکنن یا برای خود بگیرن که خواست اینمی هست که مواظب باشن، مثلا آگاهی درباره آثارهای باستانی برای مردم عامه بدن که مثلا آثارهای باستانی در افغانستان یا مثلا در شمرق از چه ویژگی‌های برخوردار هست. باید تمام معلومات درباره اینمی آثارهای باستانی برای مردم عامه داده شود تا اونها جلوی تخریب از را بگیرن. خواست ما از حکومت اینمی هست که باید بودجه تامین بکنه تا ما بتونیم از طریق مثلا محافظایی که در اینجا موظف میکنن و همچنان مردم در همکاری با اینها باید باشه یک دست شان بتونن که اینمی آثار باستانی را حفظ بکنن. گفتنی است که آثار باستانی شمرق در شهر پلخمری موقعیت دارد و قدمت آن به حدود 2000 سال پیش از میلاد میرسد. این ساحه بقایی از معابد و دیوارهای قدیمی و مجسمه ها و آثار باستانی دیگری را در خود جای داده است. تولید روغن زغیر در کارخانه های پلخمری مرکز ولایت بغلان به طور چشمگیر افزایش یافته است. زکی‌الله نظری گزارش می دهد. افزایش تولید روغن زغیر در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان. تولیدات و خرید و فروش روغن زغیر این روزها در کارخانه های تولید زغیر در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان افزایش چشمگیری یافته است. در همین حال شماری از تولید کنندگان روغن زغیر در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان از افزایش خرید و فروش روغن زغیر ابراز خرسندی می کند و می گویند تولیداتشان نیز افزایش یافته است و روزانه در حدود 60 تا 70 سیر روغن تولیدات دارند. سال زغیرها از پارسال که بسیار استفاده صحیح شده دیگه. پارسال که به زغیر وطنی نبوده مکمل زغیر خارجی کار میکنه. انشار شکر خدا زغیر زیاد هم شده، ارزانی هم شده دیگه. بسیار کیفیت خوب داره زغیر. این مدت 15 سال میشه که در ماشین تیل زغیر کار میکنیم. شکر فضل خدا حاصلات امسال به مردم بسیار خوب شده. مردم میاد تیل میخره، کنجارا میخره. نظر به سالهای قبلی امسال بسیار نرخش هم خوبه. دولت مقدر کار بکنه که با ما یک جای مشخص تعیین کنه، با ما هم خوب است، مردم هم خوب است. یک سر سالار داره مردم هم مزاحم نمیشه. این مشکلات هست دیگه. در کنار افزایش تولید مصرف کنندگان نیز از کیفیت روغن زغیر راضی هستند.
و آنان این روغن را از نظر طعم و سلامت برتر از روغن‌های سنتی می‌دانند. روغن نباتی را هیچ کدام ما شما را چیز نمی‌تونه، کل میفهمه که مریضی است و او هر قسم درد و رنج و گپا فشار تا بالا کلش از آسیب می روغن‌های نباتی و روغنایی است که ما شما دیده نمی‌تونیم. این روغن زغیر که است تولید خود ما شما از خود ما باز خود ماشین میکشیم، خود ما می‌بینیم کارکردش کلش مزهش چشیدیم. نه هر شب ما از این روغن زغیر استفاده می‌کنیم. استفاده کردیم. بله، نسبت به تیل نباتی تیل زغیر خوب است. هم در فشار فشار بالا در این صحابه بسیار خوب است. تیل وطنی است، خالص است دیگه، مطمئن است بسیار تیل خوبش است. شماری از مشتریان بغلان که سالهاست از این روغن استفاده می کند چنین می گوید: روغن زغیر از نبات سنتی و طبی است که در ولایت بغلان دیگر ولایت ها زرع می شود که مصرف کننده داخلی و خارجی دارد. و کمبود شدید آب در ولسوالی خاکجبار زندگی کشاورزان و مردم این منطقه را به تهدید جدی کشانده است. ضیاءالرحمن کروخیل گزارش می‌دهد. بحران کم آبی در ولسوالی خاکجبار کشاورزان را در معرض خطر ترک زمین‌های زراعتی کرده است. ولسوالی خاکجبار از ولسوالی‌های مهم و استراتژیک ولایت کابل این روزها با مشکل جدی کم آبی و خشکسالی روبرو است. این ولسوالی در شرق شهر کابل موقعیت دارد و از چندین سال خشکسالی‌های پی در پی زندگی مردم و با ویژه کشاورزان را با چالش‌های بزرگ مواجه ساخته است. شماری از باشندگان خاکجبار که معیشتشان به کشاورزی وابسته است از کمبود شدید آب شکایت دارند و میگویند کاهش بارندگی و پایین رفتن سطح آبها زیرزمینی باعث شده است که شماری از کشاورزان مجبور شوند برای تامین آب زراعتی جاهای عمیق حفر کنند یا از کارزها استفاده نمایند تا از نابودی محصولات و ضررهای مالی جلوگیری کنند. نبود آب یکی از چالش‌های عمده در روستاها میباشد و ولسوالی خاکجبار که است در فصل تابستان که آب زراعت نباتات بیشتر به آب ضرورت دارد، در اون موقع آب رسیدگی کردن نمیتونه به نبات و نبات با مشکلات مواجه میشه. دیگر رومی، بادرنگ، این چیزا نمیتونه به شکل درستش برسه، اینا را آفت میزنه، امراض میزنه. خشکسالی یکی از عامل عمده است. دیگر آب بیشتر ضرورت میباشه. در این موقع باید آبای آبگردان ضرورت است. دیگر باید توجه دولت در این سکتور خیلی مهم است. یا نقش عمده را دولت می داشته باشه، بعد از اون مردم محل میتونن همکاری داشته باشن با دولت یا یک چی بکنن که مردم از این مشکلات بی‌طرف شوند. به گفته باشندگان محل نوبتدهی آب در منطقه بسیار محدود است و نمیتوانند نیازهای زراعتی را برآورده سازد. آنان تاکید میکنند که در فصل بهار به دلیل بارندگی و برف مقدار زیاد آب از طریق نهرها جاری می شود، اما به دلیل نبود تاسیسات لازم این آبها هدر می رود و از حکومت خواستار توجه در این زمینه هستند. ولسوالی خاکجبار که است نسبت به سالهای گذشته امسال که است خشکسالی بیشتر است و کمبود آب که است زیاد است و ما با کمبود آب مواجه هستیم. وقتی که فعلا در ولسوالی خاکجبار از طرف زمستان آبها که می باشند، آبهایی که از برف و از باران ماه حمل و ثور جریان پیدا میکنه او ضایع میشه. ما میخواهیم که در یک آبگردان یک ذخیره آب ساخته شود که تا به خاطر یعنی آب ذخیره شود که در ماه‌های آینده استفاده از آن شود. این در حال است که باشندگان خاکجبار از حکومت و نهادهای مربوطه می‌خواهند که هر چه زودتر برای مدیریت منابع آبی دست به اقدام بزنند. آنان بر ساخت بندها، سربندها و کانال‌های مناسب تاکید دارند تا از هدر رفتن آب‌های بهاری جلوگیری شده و از بروز خشکسالی‌های شدید در آینده پیشگیری شود. به این ترتیب به پایان خبر 6 رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. شب بخیر.